یکم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای پایتخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 را مورد بهره برداری قرار داده. در روز دانش و آغاز تنتنوی سال نو تحصیل 2024-2025 اشتراک نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان این انشاءات زیبا و زمانوی را افتتاح نموده آن را در روز آغاز سال نو خوانش تحفه ارزنده حکومت جمهوری تاجیکستان برای اهل معارف و نسل خوش‌طالع کشور نامیدند. ضمن شناسایی با شرایط تحصیل در این مؤسسه نو تعلیمی ذکر گردید که مکتب از 4 آشیانه و تختخانه عبارت بوده. برای 3500 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. انشاءات با دستگیری از سیاست آبادکاری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل صاحبکار وطن دوست محمود مرادوف در ظرف 1 سال بنیاد یافته است. مکتب نو از 75 صنفخانه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. مورد ذکر است که همسالت در عرفه سال نو خوانش با جانبداری از سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت در تمام شهر و ناحیه های کشور و شهر دوشنبه مؤسسه های نو تعلیمی با شرایط معاصر و جوابگوی طلبات بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می شوند تا نسل امروز و آینده صاحب علم و دانشمند گردند و برای رشد تاجیکستان صاحب استقلال سهمگذار باشند. مساحت عمومی زمین مؤسسه تعلیمی بیش از 13000 متر مربع را تشکیل داده. در آن غیر از بنای اساسی و انشاءات یاری رسان همزمان میدانچه فوتبال خرد بنیاد گردیده است و من بعد آموزگاران و خوانندگان از چنین شرایط مساعد می توانند ثمرناک استفاده نمایند. به خاطر مطابق ساختن مؤسسه به طلبات استانداردهای جهانی در اینجا تالار مجلس با 380 جای نشست، کتابخانه، تالار برهوای ورزش و آشخانه با 348 کرسی ساخته شده است. در اینجا سرور دولت با روند فعالیت برنامه الکترونی یه دانش که طول 5 سال این جانب در مؤسسه های تعلیمی شهر دوشنبه عملی می شود شناس شدند. برنامه یه دانش با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در دوره کنسپسیای گزارش به تحصیلات رقمی در جمهوری از سال 2020 تحریزی و مورد تطبیق قرار داشتند. امروز 150 مؤسسه تعلیمی حدود پایتخت از این تجربه پیشقدم استفاده میبرند. با مقصد تامین اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره کنسپت گزارش به تحصیلات رقمی و قرار رئیس شهر دوشنبه درباره تطبیق برنامه الکترونی دانش در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی شهر دوشنبه با استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی برنامه الکترونی دانش در 150 مؤسسه‌های تعلیمی راه اندازی گردید. دانش این مجموعه عبارت از برنامه‌های وب و زمینه موبیلی برای آموزگاران، خوانندگان، والدان و رهبریت میباشد. این برنامه برای اداره‌کنی روند تعلیم پیش بینی کرده شده است. امکانات‌های برنامه الکترونی دانش برای والدین می تواند همه روزه جدول درسی فرزند خود را نظارت کند، وظیفه خانگی، جدول درسی، ریتینگ خواننده، دوامات خواننده و اینچنین از درآمد و برآمد فرزند خود باخبر باشد.
بعد شناسایی با شرایط تعلیم در مؤسسه تازه بنیاد، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده با صاحبکار وطنی برای چنین اقدام شایسته و تحفه ارزنده برای خوانندگان پایتخت اظهار سپاس نمودند. از سیاست پیشگرفته جناب عالی که صاحبکاران را دستگیری میکنند ما برخوردار هستیم و از نام خود با پیشوای ملت جناب عالی امامعلی رحمان منادور خود را بیان میکنم که امروز ما توانستیم که این مکتبی رقم 19 شهر دوشنبه رو سپاریم و برای کودکان شهر دوشنبه بهترین شرایط رو مهیا نماییم. مؤسسه با طرح معاصر و جوابگوی طلبات معماری و ساختمانی با صفت بلند ساخته شده. همه صنفخانه‌های تعلیمی با میز و کرسی و عیانیت‌های خوانش تامین می‌باشند. راهبر دولت ضمن شناسایی از روند تحصیل و صحبت صمیمی با آموزگاران و خوانندگان تاکید نمودند که در شرایط پیشرفتی با سرعت علم و تکنولوژی نسل خوشبخت دوران استقلال باید دانشمند و باسواد باشند و برای رشد وطن عزیز سهم ارزنده خود را گذارند. مؤسسه تعلیمی از 5 بینای با هم پیوست ساخته به استفاده داده شده است. 3500 خواننده به تعلیم فرا گرفته میشوند. ما آموزگاران جواباً به غمخوری‌های اساسگذار سلطنت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کوشش به خرج می‌نماییم که نسل نورس را در روحیه خویشتن‌شناسی و تندرستی تربیت نماییم. من کریمزاده مدینه خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ناحیه سینای شهر دوشنبه میباشم. از فرصت مناسب استفاده برده مینداری به پایان خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما نسل زمانی صاحب استقلالی چنین مؤسسه نو و زمانوی را بنیاد کردند. ما از این باوری‌های راهبر دولت استفاده نموده وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلا تحصیل نموده در عرصه بین المللی نام و مقام دولت و ملتمان را بلند می‌برداریم. برای فرا گرفتن خوانندگان با آموزش کسب‌های گوناگون در تهخانه بنا صنفخانه‌های کسب آموزی عمل می‌نماید که با تمام شرایط تامین گردیده است. این تدبیر به خوانندگان امکان می‌دهد که در برابر آموزش علم همزمان کسب‌های گوناگون را از خود نمایند. تالار خوانش دارای شرایط مساعد کتابخوانی بوده. در اینجا در یک وقت 100 نفر می‌تواند اثرهای ادیبان معاصر و کلاسیکی و کتاب‌های تازه نشر را مطالعه نمایند. در دایره کارهای آبادانی بنا پرره با سیستم گرمیدهی پیوست گردیده. همزمان در همه تالارهای خوانش و صنفخانه‌ها کامراهای نظارتی نصب گردیده است که توسط آنها روند تعلیم پیوسته نظارت کرده می شود. اطراف مکتب که 5700 متر مربع را تشکیل می دهد مومپوش و سنگفرش گردیده با شناندن 200 بیخ نهاری درخت آرایشی و سایه افکن، چراغان کنی و سبزگردانی صحن بنا به یک مکان زیبا و نظرربا تبدیل داده شده است. مورد ذکر خاص است که با دستگیری به واسطه پیشوای ملت جانبداری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و همدلی صاحبکاران وطنی با سیاست سازنده و معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان در عرفه روز دانش تنها در پایتخت کشور 6 انشاءات معاصر ساحه معارف با بیش از 12000 جای نشست به استفاده داده شد.